سلام رحمت الله و برکاته. اسماعیل خوبی، سلامتی خوبی. اصلا همه کارهایی را که من دیدم بیان میکنن درست نیست کارشون. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من غشنا فلیس منا، هر کسی که ما را فریب میکنه او از ما نیست. خش اینمی فریب میگن، هیله را میگن. این درست نیست. هیله کردن و پول یک انسان را خوردن. اینا باید حقیقت گپ بزنن، بگن که اینمی خرما اینمی ریال با سومونی گردانم 70 سومون میشه. 70 سومون بده من بخرم یک کراکه برام صدقه کنم. اینا وکیل هستند، شخصانی که پول روان میکنن و موکل. اینا حق ندارن به اجازه موکل یک تصرف دیگر یک کاری دیگر انجام بدن. خرما مثلا 70 سومونه، اینو 300 سومون میگیرن. اینجا غشه، اینجا فریبه. درست نیست. و آدم بفهمد ناراحت میشه و خفه میشه. اینا میتونن بگن که برادر خرما، همین خرما رو ما ریال شب سومونی گردانیم 70 سومون میشه. 70 سومون پرتا. 70 سومون رو میگیرن، به امر ریال کرده رفته خرما میخرن صدقه میکنن و حق دارن بگن که حق کاری ما رو بده. حق خدمتی ما رو بده. ما این خرمای تو را صدقه کردیم، قرآنای تو را صدقه کردیم، تو حق کاری ما رو بده. این خیلی میتونن، اما که غیش کنن، فریب کنن درست نیست. باز میگم طبق حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این عمل درست نیست. نکنن باید این کارا. مسئله این که خرما را پیشکی میخرن میارن میمونن و بعد از اون قیمت میفروشن. البته انسان میتونه تجارت کنه، میتونه یک چیز بخره ارزانتر، میتونه قیمتتر فروشه، لیکن در بین اینها یک نوع خدعه است، مثل یک فریب است. و آدم اگر بدونه که همین خرما بسیار ارزانه، اینو بسیار 3 برابر 4 برابر به من قیمتتر میفروشن، امکان داره که یعنی ناراحتی ها به وجود بیاید. خب اما اگر رفت و بدونه و بگه که خیر ما 300 سومون میپرتم باقی موندهش حق کاری خودت، خیلی باکی نداره. مسئله این که همین کارهای خیر را که در مکه میکنن و این را قیاس میکنن با 100,000 اجر و ثوابی که انسان، یعنی 100,000 رکعت، مثلا یک رکعت نماز میخونی 100 رکعت 100,000 رکعت اجر ثواب میگیری. دیگه کارهای خیر، قرآن خوانی را، صدقه را، اینها را به همین قیاس میکنن. البته ما یگون دلیل نداریم در این باره، یعنی درباره نماز آمده است اما درباره دیگه چیز دلیل نآمده است. برای علما میگن که در این مکان اجر و ثواب بیشتر انسان میگیره، گفتن اهل علم. البته دلیل صریح نآمده است، لیکن نظر به مکان و موقع بله میگن اجر و ثواب بیشتر میگیره. لیکن وقتی که مردم در همونجا نیاز ندارن به همین چیز، مثلا در اونجا خرما هست، آب زمزم هست، مثلا همون قرآن در همونجا هست، جوی نماز هست، یعنی مردم زیاد نیاز ندارن. بهتر است که همین مالی را که در اونجا صدقه میکنن همون را در تاجیکستان و یک فقیر و مسکین و محتاجی که گرسنه هست، محتاج است، اونجا بدن. من فکر میکنم بیشتر اینا در فکر تجارت خود هستن، از این خاطر تشویق ترغیب میکنن. حتی مثل که این نواری را که میبینید دین رجدینی دوره و یک گپای عجیب و غریب، درست نیست. تو خیلی سوء استفاده کردن، این سوء استفاده است. از طرف دیگر ریاکاری میشوه، رکلام کردن. بله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در عموم دین اسلام تشویق ترغیب به این میکنه که همین چیز صدقه این پنهانتر باشه، نه که رکلام و تشویق که اینو فکر میکنه همین واسطه کوشش میکنن همون کار بود. خریدار اگر بردارد زم کن، نه بردارد کم کن. همین از بی ایمانی و بی وجدانی. بردارد زم کن نه، تو سکه و صورت دیده سودا نکن، تو خدا را دیده سودا کن. آیا نبی میاد همین سوداگر که پروردگار را میبیند، تو با سکه و صورت سودا نکن. تجارت تو با آدم از داد و گرفتت با خداست. امروز بعضی وقت آدم‌ها از بس که کمتر داراییشون خوبتر میشود، بالای پای خودش از دیدگاه اقتصادی استوارتر میشود، عقلش گم میشود. برعکس باید باشد. هر چقدر مستحکم شدی، همونقدر عقل استوارتر باید باشد. بی اساس یا از روی بی انصافی نرخ گذاری کردن این تشه برشه زدن است. در تجربه میبیند، میسوزد، باخت دارد، بر ندارد. یک عمر ناله میکند اما سوزش دارد، عبرت ندارد، عقل به کار نمیبرد که سببش فریب مسلمان است یا بی انصافی در نرخ‌گذاری است. بخصوص در روزایی که مردم با اون نیاز دارند، نرخ‌ها بر زیاد برداشته میشوند. این منتهای بی ایمانی، بی وجدانی و بی ادبی و بی اخلاقی و بی سوادی نرخ‌گذار است.